سلامتی ستن، سرباز و رفیق و وطن. سلامتی سیمخاردار که پشت و روش یکیه. داشلی سلامتی اغرب. چرا؟ چون وقتی تو آتیش گیر کنه خودشو نیش میزنه ولی نمیذاره صدای نالش و نامردا بشنون. داداش جمله خیلی سنگین بود، من برم دشتیری. بابا وایستا 2 دقیقه. آدمای تنها و بیکس وقتی ترخیص هم بشن میفهمن اصلا ترخیص نشدن، چون کسی رو نداشتن چشم انتظارشون باشه. سلامتی دلای تنها. سلامتی پسری که به خاطر عشقش اومد خدمت پستاد اما عشقش رفت به یکی دیگه دل داد. سلامتی رفیقمون که داره ترخیص میشه. مشتی گلی پول نداشتیم گل ریزون کنیم. برو به سلامت. برید دیگه بر نگردی.